میخوابم واسه خودم. بعد میگذشت تو نبودی. خیلی اینجوری تا حالا پشت بونه این شکلی رفته بودی؟ آره. تا هر جا دلت بخواد میرفتی. فصل گرما میریم جایی که سرده. سلام، حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتی؟ اینجا آمله. یه کوچولو فرق کرده فضا. تعطیلات عیده، ما اومدیم آمل یه آب و هوایی عوض کنیم. 2 هفته تعطیلم، خیلی حال میده. اصلا میخوابم واسه خودم و تایمو نگاه نمیکنم. خیلی کیف میده تعطیلات. یه چند تا کار جدید عیدی برای خودم خریدم. یکی این میکروفون رو خریدم که الانم استفاده میکنم، امیدوارم که عالی باشه. 2 تا پایه خریدم. همسایه‌مون چه موزیکی گذاشته، باید بره برای اینکه یوتیوبمون ایراد میگیره. خب امروز میخوام کار باحال بهتون یاد بدم، هم راجع به اینکه یلاق و قشلاق چیه حرف بزنیم، برای اینکه من خیلی به این موضوع میرسم که یلاق چیه، قشلاق چیه، ما کجاییم، ما کیم، ما چه شکلیم. حالا اول میخوام چیکار کنم، بعد هم توی تصویر مثل ویدیوهای قبلی اینجا براتون یه تصویر میذارم که ببینید من دارم چیکار میکنم. همین که همجوری با هم حرف میزنیم. اول اینکه بگم من پدرم کوچ نشین بودن، کوچ شمال، یلاق قشلاق بودن، نه اشایر کوچ. یه ذره فرق میکنه با هم. کوچ مدلی که 2 تا جای ثابت دارن، تابستونا یه جا و پاییز و زمستون و اول بهارم یه جا، یعنی 9 ماه یه جا، 3 ماه یه جا. به خاطر اینکه خب قبلا دامداری زیاد بوده و مثلا جاهایی که با خوبه، یعنی علف اونجا چیزا زیاده میموندن. از اون سمتم کشاورزی هم که میخواستن بکنن 9 ماه یه جا بودن دیگه، پس قشنگ میتونستن فصل برنج و ایناشون رو داشته باشن و برداشت کنن و این. خب این وسط ها بگم ما به چی نیاز داریم. ما به 2 تا چیز داریم، گلابا نیاز داریم مثل همیشه، نخامون نیاز داریم، نخایی که برای حالا کوبلن و اینجور چیزاست. من نخ پنگوان استفاده میکنم. عکس پنگوان هم روش، خیلی کار راه اندازه و یه بسته کوچولوشو که میگیری سالها داریش، حتی اگه استفادهت خیلی زیاد باشه. ولی میتونید مثلا دونه دونه رنگاتون تمام شد همون شارژ کنید، لازم نیست که بخواید برید یه پکو بگیرید و یه قیچی و 2 چیزا. این دفعه میخوام یه شلوار جینم رو که اینجوری پاره است براتون اینجوری مثل فرش براتون ببافمش. خیلی کار باحالیه. برای اینکه مدیرم بهم گیر داد، گفتش که نباید شلوار پاره بپوشی سر کار. میخوام برای اینکه پاره نباشه چیزش کنم، ببافم این ریشیشاشو. اول میذارم زیر کار. من میخوام خیلی رندوم شروع کنم برای بافتش. میتونید نقشه هم دانلود کنید از اینترنت یا بخونید، مثلا 2 تا 3 تا یکی، 2 تا 3 تا یکی. ولی بدونید که هر چیزی که انتخاب میکنید تا تهش هم باید طبق همون اصول برید. حالا یکیشو میبافیم ببینیم چجوری میشه. امیدوارم خوب بشه، شایدم بد شد. داشتم میگفتم. ولی وقتی من به دنیا اومدم نمیدونم قدیمش چجوری بوده، احتمال زیاد حالا همون چادرینا بوده. ولی شمالیا خیلی اذیت نمیکنن خودشونو بابت همین چادر زدن و اینا. من وقتی یادمه ما یه خونه مادر بزرگه تو یلاق داشتیم، یه خونه مادر بزرگه تو قشلاق داشتیم، عین خونه مادر بزرگه، یعنی یه سالن 2 طبقه، بالا پر اتاق و پایین هم مادر بزرگم و پدر بزرگم که اصلا عجیب غریب یادم نیست. بعد هر کس بالا، هر خانواده یه اتاق داشت و مثلا ولی همش تو حیاط و اینا بودیم دیگه. اینو ببندن. این قلابا یا چوب کارا یا هر چیزی که شما اسمشو میذارین خیلی چیزه بیکاره، قشنگ صفر کنه کارتون رو. راحت میتونید استفاده کنید. هادی بیاد کمکم کنه. هادی میشه بیای کمک؟ بیا این پایینشو بگیر، این زیرشو میکشی اینجوری بکش. فقط خیلی نکش که یه ذره بگیر. فقط این وسط تر باشه. بالا چطور بود؟ بالا خاصه تا حالا پشت بونه این شکلی رفته بودی؟ آره. کجا؟ سمت کلارش. چه خبر بود سمت کلارش؟ من کجا بودم؟ نبودی شما. ولش کن. نبودی شما یعنی چی؟ نه اوکیه.
نبودی شما یعنی چی؟ نبودم که نبودم، تا هر جا دلت می‌خواست میرفتی. بچه یاد بی تربیت. دیدی؟ تو شده رفتی کلاردش بدون من کجا بودم؟ کجا رفتی؟ رفت تو حیاط. چی؟ دیگه تو اشغال خودت بودی. آره بعد میگذشت تو نبودی. خیلی میگذشت. نه خدای خوش میگذشت، الانم خوش میگذره ولی موقع هم خوش میگذشت. خب نگاه خیلی باحال میشه. من یکیشون جوری میدوزم، یکیشم ویدیوشون نزدیک میگیرم، شما قشنگ ببینید دارم چیکار میکنم و بتونید شب جوناتون رو خوشگل کنید. خب داشتم میگفتم زمانی که من یادمه اینجوری بود که ما یه دونه خونه مادر بزرگ یلاق داشتیم، یه دونه خونه مادر بزرگ قشلاق داشتیم. اول یه چیزی یادتون بدم، یلاق سرده، قشلاق گرمه. از یکیشو یاد بگیرین اون یکیش هم یاد گرفتین. یلاق همیشه خیلی سرده، یعنی اینکه اونجاییه که تابستونا میرن، خاطر که سرده دیگه و تابستون خنک. الان که فروردینه یلاقمون داره برف میاد. من خیلی یلاقمون رو دوست دارم. حالا اگه شد همینجا یه ویدیو ازش میذارم ببینید، خیلی باحاله، خیلی باحاله. حالا یه عکس میذارم اینجا براتون یا فیلمشو میذارم. هادی رفت بالای درخت نارنج بکنید. عجیب خوشم میاد ازش، اصلا یه جوری خوشو سرگرم میکنه، خیلی واقعا عجیب. خب من یه سری تاروبود دارم، شلوارم یکی دو تا نخش پاره شده بود، ولی اگه شما نخای زیادی پاره شده برای تارتون میتونید خودتون بکشید، یعنی نخ سفید بردارید یه نخ همرنگ جوری بکشید ازش که بافتتون منسجم‌تر و خوشگل‌تر باشه. صدایی هم که الان میشنوین صدای پمپمونه. پمپمون جن داره، احساس میکنم میره دستاشو میشوره، این پمپ میزنه. لازم نیست هر 2 دقیقه یه بار روشن بشی واقعا. حالا من تو رنگی که میخوام بدوزم موندم، ببین چی بدوزیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خداحافظ.